چه توی ایران باشی، چه آمریکا یا حتی توی فرانسه یا هر جای دنیا فرقی نمیکنه. باید گوگل مپ تو همین الان آپدیت کنید. وقتی آپدیت کنید می‌بینید یه گزینه جدید به اسم اسک مپس اضافه شده. به کمک هوش مصنوعی جمینای میشه کارهای باحالی باهاش انجام داد. در واقع میشه گفت نسل جدید جستجو توی گوگل مپه. من انتخابش میکنم و ازش هر سوالی دارم میپرسم. مثلا میخوام یه رستورانی نزدیک بهم معرفی کنی که کوبیده‌های خوبی داشته باشه و ارزونم باشه. حتما جای پارک هم داشته باشه. خیلی سریع بهم با توجه به درخواستام چند تا رستوران پیشنهاد داد و از همینجا میتونم مسیریابی رو بزنم. یا حتی میتونی باهاش مکالمه رو ادامه بدی و بگی مثلا راستی میخوام توی راه بنزینم بزنم. بعد بهم گفت با توجه به ترافیک اول کجا برم بنزین بزنم و بعدش از کجا برم رستوران که تو مسیرم باشه. مثال دیگه، میخوام برم باغ کتاب، الان بین رانندگی و مترو کدوم گزینه بهتریه؟ راستی بین راه میخوام چایی هم بگیرم. با توجه به اینکه من این تست رو شب انجام داده بودم، گفت که با ماشین بری بهتره و اینجاها هم میتونی چایی بگیری. یه مثال دیگه، این یکی جوابش حتی سخت‌تر از قبلیاست. میخوام یه روز کامل بدون ماشین بچرخم. با مترو و پیاده روی چه برنامه‌ای برام میچینی؟ شروع کرد از ساعت 9 صبح تا 9 شب برای من برنامه چید. بچه‌ها کلی سوال جذاب دیگه میشه ازش پرسید که قبلا برای جواب این سوالا بعد خودمون کلی سرچ می‌کردیم. اگه 1% آپدیت کردید و دیدید گزینه اسک مپس رو همچنان نمی‌بینید، بعد کمی صبر بکنید، به تدریج برای همه اکانت‌ها فعال میشه. یکی دو تا مثال دیگه هم داخل کپشن نوشتم، حتما امتحانشون بکنید. راستی اگه پیج دوست داشتید فالو داشته باشید و این ویدیو رو هم بفرستید واسه رفقا.